خب بسم الله الرحمن الرحیم. این مبحث درستون اختصاص داره به imbalance class problem. ما توی مباحث قبلی که صحبت میکردیم یه جایی به این نکته اشاره کردیم، گفتیم ممکنه داده های ما هوموجینیوس باشن، داده های ما بالانس باشن، داده های ما آن بالانس باشن یا این بالانس باشن. خود این بالانس بودن داده توی یادگیری ما اثر داره. خب حالا امروز با هم دیگه بیشتر آشنا میشیم این اثراتش به چه شکلیه. خودم تو این شکل شما دارید نگاه میکنید، مثلا یک جامعه آماری که میخواید در واقع داشته باشید و میخواید قضاوت بکنید، این جامعه با توجه به اون کاتگوری هایی که وجود داره، اگر مثلا 2 تا کلاس وجود داره، میل و فیمیل، خب اگر داده هایی که از مردا داریم انتخاب میکنیم به نسبت خانم ها باشه، این داده رو میگیم داده بالانسه. در این صورت ما میتونیم قضاوت بهتری بکنیم. خب این مسئله واقعا مسئله مهمیه. حالا من از همین خانم طالبی داشتم تو خلال این صحبت میکردیم با هم دیگه که خانم مهاجرانی امروز اومده بود تو دانشگاهتون بحثای مطالبه گری و بحثای دیگه. من حالا اگر بچه این کلاس سر اونجا بودن باید مطالبه گری هاتون فنی میشد. خب فنی یعنی چی؟ همین بحث این بالانس و بالانس بودن. خب هیچ عقل سلیمی نمیتواند تو این کشور باشد یه مقدار ارق ملی داشته باشه و نسبت به این توزیع ناعادلانه سوبسید بنزین مسئله نداشته باشه. هممون میتونیم قبول بکنیم که این سوبسید بنزین ناعادلانه است. ناعادلانه به چه معنا؟ یعنی یک قشری دارن ماشین دارن، خودروهای متفاوت دارن، تو پارکینگاشون ماشین پره، 2 تا 3 تا پارکینگ داخل دارن، بازم بیرون هم ماشین دارن. همه اینها حتی از این بنزین آزادی که دارن استفاده میکنن، خب حتی با قیمت آزاد بازم مشمول دریافت سوبسید بنزین هستن. خب پس عقل سلیم میگه که آزادسازی قیمت بنزین موضوعی است درست، ولی به قول خانم چی؟ اما خب اما خانم خواسته تراش، خب اما این مسئله‌ای که مهمه ما تو این رشته باید یه مقدار کارهای دیگری بکنیم. یعنی چی؟ من اتفاقا خیلی دوست دارم که شما غیر از این که حالا درستون خوب هستش و فعالیتتون خوب هستش و اینها، یه مقدار دیدتون هم این شکلی باشه. چند تا مسئله وجود داره. اول ما برای همچین مسئله‌ای بایستی تو هرم دانش دیتا اینفورمیشن نالج داشته باشیم. حالا بخوایم در واقع بیایم تصمیم بگیریم، تصمیممون خردمندانه باشه. یعنی چی؟ یعنی باید عدد حرف بزنه. این که حالا من بیام بگم مثلا تو شهر تهران، اونم از مثلا بالا اتوبان همت، اینا مثلا این نگاه در واقع خیلی خیلی نگاه سطحیه. باید با عدد حرف بزنم. بیام بگم که خب از این یارانه بنزین، خب در کل 80 میلیون اون سوبسیدی که ما میدیم انقدر درصد بهره‌مندن، مابقی بهره‌مند نیستن. این یه مسئله است. خب بعدش باید چی کار بکنیم؟ اگر اینو فرض کردیم بعد بگیم که خب الان قیمت اگه بخوایم آزاد بکنیم، خب اونهایی که متأثر میشن از تغییرات قیمت اینا کیان؟ خب اینا جزء مثلا بگیم اون درصد بالایی هستن که از لحاظ سطح زندگی، سطح در واقع میگن خیلی پایین سطح فقر، خب سطح زندگیشون پایین تر از خط فقره، خب یا حتی متوسط و متوسط به پایینه. خب اینها متأثر میشن از تغییرات قیمت. اینا کیا هستن؟ اگر ما همون هدفمند کردن یارانه ها رو هم بخوایم حساب بکنیم، اینا تو چه دهکی قرار گرفتن؟ میزان آسیب پذیری این قشر چقدره؟ خب اگر این داده ها رو داشته باشیم، متناسب هر قشر آسیب پذیر باید برنامه داشته باشیم.
خب تا بتوانیم این کار رو انجام بدیم. اگه این کار رو انجام ندیم قطعا منتج به شکست خواهد شد، چون شما برای یه عده‌ای برنامه نداریم. و اون عده‌ای که در واقع بهره‌مند هستن با رسانه‌هایی که در اختیار دارن، با پول و ثروتی که در اختیار دارن و جمع‌های رسانه‌ای، این قشر کم بهره‌مند رو با خودشون همسو خواهند کرد. خب و طرح به نتیجه نخواهد. حالا من میخوام بررسی بکنم میزانم نه فقط این کلاس بشه که نرخ نمونه برداری. ما یه جایی گفتیم ما وقتی میخوام تو حوزه آمار اینا حرف بزنیم، نرخ نمونه برداری باید متناسب باشه. اگر من میخوام قضاوت بکنم برای جوانان، خانم و آقایون، این نرخ نمونه باید از 50 تا آقا 50 تا خانم با هم دیگه سوال بپرسن تا دادم بالانس باشه. در غیر این صورت الان میریم امروز متوجه میشیم، در غیر این صورت ما لرنینگ خوبی نخواهد بود. امروز میخوام یاد بگیریم که حالا ما یاد گرفتیم، مدل به دست آوردیم، آیا چه مدل و کدام مدل بهتر است؟ این بالانس یعنی در واقع داده اون موازنه درستی است. با این مقدمه خب بریم وارد بحثمون بشیم. با توجه به این صحبتی که کردیم، خب خیلی از مشکلات طبقه بندی ناشی از این هستش که کلاسامون در واقع بالانس نیستش. طبیعی هم هستش. مثلا تو همه کاری که مثلا تو فراد دیتکشن یا تو مسائل سایبری، تعداد کسایی که اتکر هستن، خب بفهم که تعداد کسایی که اتکر هستن خب قطعا کمه. خب تعداد نمونه هامون هم کمتره. خب داده های نرمال زیاده، پس داده آنبالانس یا اینبالانسه. خب یا توی بحثایی که مثلا بیماری ها، خب یا مثلا ما توی همون ناراحتی قلبی یا ایست قلبی که خودمون کار کردیم، بازم همینطوره. تعداد داده های نرمال زیاده، داده هایی که در واقع دوچار ایست قلبی شدن داده ها تعدادش کمتره. پس داده در واقع بالانس نیست و این خودش میتونه مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنه که ما این مشکلات رو امروز یه مقدار بیشتر درک خواهیم کرد. خب این ماتریس رو شما قبلا باش آشنا بودید، ماتریس کافیشن ماتریس. این خب ما با این ماتریس کافیشن ماتریس یا ماتریس در هم ریختگی آشناییم، نیاز که نداریم توضیح بدم که ترو پوزیتیو فالس پوزیتیو، ترو نگاتیو فالس نگاتیو. خب با این ماتریس در هم ریختگی یا ماتریس کافیشن ماتریس، خب حالا اینا رو آورده مثلا ترو پوزیتیو فالس پوزیتیو، حالا با A و B و C نشون داده که حالا زیاد مهم نیست، فرق نمیکنه، همون ماتریسه. خب ما با استفاده از این ماتریس می اومدیم خب و اون میجور هایی که معرفی کردیم خدمت شما مثل اکوریسی، خب می اومدیم دقت رو حساب می کردیم. درست؟ این مثال رو توجه بکنیم. الان دو کلاسه، خب پراکندگی داده هامون به این شکله. خب یعنی کلاس 9 تعداد نمونه هامون 990 نفره، کلاس یس تعداد نمونه هامون 10 نفره. خب حالا با توجه به این که بعد از این که حالا ما اینو گذاشتیم توی این جدول کافیشن ماتریس، میبینیم که 990 به روی 1000 خب شده اکوریسی اون شده چند؟ 99%. به ظاهر نگاه میکنیم اکوریسی خوبیه. خب آیا این مدل خوبیه؟ خب حالا این که مدل خوبی نیست میریم جلوتر کاملا درک میکنیم. الان فعلا بر اساس ذهنیتمون داریم میگیم چون این بالانسه لزوما میتونیم بگیم که مدل خوبی نیستش. بیایم یه مثال دیگه ببینیم. خب الان
دو تا مدل مختلف داریم، مدل A، مدل B. مدل A با اون داده هایی که داره اکوریسی شده 99%، مدل B با این داده هایی که داره اکوریسی شده 50%. نیاز به حلش بکنیم بچه‌ها اگه یه وقتی فکر میکنیم. خب اینو گذاشتیم تو فرمول به دست آوردیم. خب بازم یه مثال دیگه به شما داره میده. خب میاد میگه که بازم این مدل پراکندگی داده، نگاه نسبت به قبلیه اون دهه فقط یه مقدار پخش شده، 5 اومده توی در واقع ترو پوزیتیوش یه مقداری گرفته دیگه، درسته؟ اون خب یعنی در واقع مقدار A 5 شده، قبلا 0 بوده. خب حالا بازم اینجا یه مدل دیگه ای هستش. خب اینجا یه با اعداد بیشتر داریم بحث میکنیم. خب نگاه کنیم چی داریم میبینیم. تو مدل بالاییه خب اکوریسی اومده 5 خب ریکالمون شده 1، اف میجرمون شده 62 صدم. من اولش گفتم اکوریسی ولی پریسیژن بود، اشتباه گفتم. خب اکوریسیش هم اومده 99 صدم. مدل پایینی خب پریسیژن شده 1، خیلی بالاه، یعنی دیگه 100%. خب ریکال شده 1 دهم، اف میجر شده 18 صدم، اکوریسی شده چی؟ 991 هزارم. اینجا رو داشته باشیم. یه مثال دیگه داریم میزنیم. خب اینجا بازم داده های مقدار متنوع تر شدن. پریسیژن رو نگاه بکنید. پریسیژنمون شده 8 دهم تو این مثال تو A. ریکال شده 8 دهم، اف میجر شده 8 دهم، اکوریسی شده 8 دهم. مدل پایینی پریسیژن تقریبا شده 4 دهم، 4 صدم. ریکال 8 دهم، اف میجر 8 صدم، اکوریسی 8 دهم. خب فرمولا هم که قبلا داشتید. خب اینجا دو تا فاکتور دیگه که حالا ما تو امتحان هم داده بودیم، فالس پوزیتیو ریت و ترو پوزیتیو ریت، که امروز فکر میکنم خانم مرادی داشت این کلمه یا نه؟ یکی از این حالا دوستانی که این جلو نشسته بودن اومده بودن این رو گفته بودن. به این فالس پوزیتیو ریت که حالا تو این اسلاید شما تحت آلفا دارید میبینید، فالس نگاتیو ریت رو شما تحت عنوان بتا دارید در نظر میبینید. خب اینا دو تا میجور جدیدیه که در واقع کار خاصی انجام نشده. خب ما امروز یاد میگیریم که این دو تا میجور به ما کمک میکنه، این دو تا سنجه به ما کمک میکنه که بتونیم قضاوت بهتری داشته باشیم که بگیم فالس پوزیتیو ریت و فالس نگاتیو ریت میتواند به ما بگوید که آیا مدل بهتری هست یا نه. یعنی چالش داده های این بالانس ما توی این دوتا میتونیم بهتر ببینیم. بیایم توی این مثال. خب توی این مثال باز هم میبینیم که پریسیژن شده 8 دهم، فکر میکنم عدد قبلیه. خب ریکال ببخشید ترو پوزیتیو ریت 8 دهم، فالس پوزیتیو ریت 2 دهم، اف میجر 8 دهم، اکوریسی 8 دهم. اومده نسبت ترو پوزیتیو ریت و فالس پوزیتیو ریت رو با هم دیگه نسبتش رو حساب کرده. تو بالایی شده 4، تو پایینی هم شده 4. خب در واقع یک میجور کمکی دیگه ای هستش. ما با این میجوره میتونیم با اون نمودار، شما کدوماتون آر او سی تو مقالاتتون داشتید؟ نمودار آر او سی نداشتی؟ خب بس بریم جلوتر میبینیمش. خب نمودار آر او سی میاد در واقع نسبت این دوتا رو تو نمودار نشون میده که ما میگه که این مدل مطلوب تریه. به این فالس پوزیتیو ریت بریم تو اسلاید قبلی. به این فالس پوزیتیو ریت چی با ما داره میگه؟ به تعداد نمونه هایی که به اشتباه مثبت شناسایی شده. خب و فالس نگاتیو ریت چی؟ تعداد نمونه هایی که به اشتباه منفی تشخیص داده، مثبت کاذب و منفی کاذب. خب اینها اثر داره، مثبت کاذب و منفی کاذب. نه تو دقت که اثر داره. خب
تو ارزیابی مدل اثر داره. همه اینو نگاه کنید، ما مثال قبلی همشون اکورسی قابل قبولی بود، خب ولی لزوما مدل قابل قبولی میتونه نباشه. چرا؟ میریم جلوتر بهتر میبینیم. اینجا در واقع اومده یک رابطه نسبت ترو پوزیتیو ریت و فالس پوزیتیو ریت یک میجور دیگه ای به ما معرفی میکنه که این نسبت به ما در واقع یک حرف جدیدی میزنه، یک مفهوم جدیدی به ما منعکس میکنه. بازم اینجا سه تا کلاسیفایر مختلف داریم. کلاسیفایر اولی پرسیژنش نیمه، ترو پوزیتیو ریتش 2 فالس پوزیتیو ریتش 2، اف میجورش 28 صدم. پایینی هم بالا دیتاش شما دارید تو این اسلاید میبینید. خب اینجا میگه که ما ببین هر دو گفتیم فالس پوزیتیو ریت، فالس نگاتیو ریت، مثبت کاذب، منفی کاذب، یعنی به اشتباه گفتیم مثبت، به اشتباه گفتیم منفی. همونجا اگر خاطرتون باشه داشتیم درس می‌دادیم گفتیم تو مسائل مختلف اینها برای ما اهمیتشون میتونه متفاوت باشه. مثلا تو بیماری مثل کووید اگر یک بیمار رو من به اشتباه بگویم سالم، چه اتفاقی میفته؟ نه. خب اگر به این بیمار بگویم سالم، این میره تو جامعه آلودگی رو منتشر میکنه. خب پس مهمه که من به اشتباه نگویم سالم. اما تو همون کووید اگر یک سالمی رو من بگم بیمار، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ هیچی. این نهایتش 2 هفته قرنطینه میشه. خب صدمه‌ای وارد نمیکنه. پس اینا ارزشش، یعنی اون میجورها ارزشش متفاوته. خب ارزشش اون، برای همین ما تو گزارشایی که بعضا تو نویسنده مقاله میده یکی اکورسی رو منعکس میکنه، یکی پرسیژن رو منعکس میکنه، یکی در واقع حالا میجورهای مختلفی منعکس میکنن. ولی اگر ما بخوایم بگیم مدل ما خیلی بهتره، بایستی فالس پوزیتیو ریت و ترو پوزیتیو ریت، یعنی در واقع این نسبته که ما تحت عنوان نمودار ROC. خب نمودار ROC در واقع میاد یه موازنه‌ای بین نرخ خطای کاذب و نرخ مثبت کاذب ایجاد میکنه. این موازنه میگه تا یه جایی برای ما قابل قبوله. در واقع یه نموداریه مثل همین نموداری که شما اینجا دارید میبینید. این نمودار، خب این محور افقش میشه فالس پوزیتیو ریت، محور عمودش میشه ترو پوزیتیو ریت. هر چقدر این نمودار به این شکل بهتر باشه، مدل مطلوبیت بهتری داره. اما اگر تصادفی باشه، خب 50%، خب اون خط آبی وسطی میشه که در واقع میشه مثل همون رندوم گوسیان که میتونه اون خط آبیه باشه. پس مطلوبیت توی مدل، یعنی ما اگر خواستیم تو همه اون سوالاتی که تو اسلایدهای قبلی اومده بودیم میجورها رو گذاشته بودیم، عدداشو گذاشته بودیم، اگر بخوایم مدل بگیم مدل کدوم بهتره، مدلی بهتره که این نسبت قابل قبولی باشه. یعنی در واقع این نمودار قرمزه هر چقدر به سمت اون کنج که بخواد بره، نمودار بهتری خواهد بود. که شما میتونید در واقع این رو توی حالا هر تحلیلی که بخواید بگید مدل من یک مدل برتری نسبت به مدل های دیگه هسته، شما بایستی این نمودار ROC رو حالا میگم ممکنه بعضیا تو مقالهشون داشته باشن، این به این فاکتور اونجا اشاره بکنه. بعضی نمیتونن، ببینید نمیتونن این تو محاسباتشون این رو به قابل قبول برسونن، برای هم گزارش نمیکنن. خب یا نمیتونن یا اصلا برایشون مسئله نیست. ولی وقتی که بتونه این نمودار رو، حالا من فرصت بشه براتون میارم، همین مثال آخر پروژه که ما ران کردیم کاملا این چسبیده به اون دوتا محور. خب نمودار قابل قبولی بودش و ما تو گزارشمون هم آوردیم. اونم یه مسئله همین انسامبل لرنینگ بوده، یعنی توی شبکه IoT که کاملا حالا امیدوارم که اکسپت هم بشه این چیز. پس این معنای مختلفیه، یعنی نسبت ترو پوزیتیو ریت به فالس پوزیتیو ریت باید یه ترید آف، در واقع موازنه بین اینها اتفاق بیفته و ما بگوییم که این مثلا مدل
بهتری هستش. اما تو مدل هایی که در حال کانتینیوس هستش، خروجی هامون کانتینیوس هستش، مثل حالا که ما ازش میتونیم ازش استفاده بکنیم، مثل دیسیژن تری، مثل رول بیس کلاسیفایر ها، نورال نتورک، شبکه های بیزیان یا کی نیرست نیبر که ما احتمالاً امروز بهش برسیم، اینها مدل هایی هستش که ما تو مدل های کانتینیوس میتونیم ازش استفاده بکنیم. درخت تصمیم گیری شو باز هم مثل همون مثالی که شما حل کرده بودید، بازم از یک عددی رو شما میذارید تو روت درخت، میگی که مثلا اگر اون x کوچیک‌تر از مثلا یک مقداری باشه، حالا دو تا شاخه میشه، یه سری میافتن تو این سمت، یه سری میافتن تو اون سمت. خب بس عددشو شما حل کرده بودید و بهش رسیده بود. اما اینجا یه مقایسه دیگه ای میکنه. خب در واقع دو تا نمودار شما تو این شکل دارید میبینید. خب دو تا نمودار رو تو شکل سمت چپ دارید میبینید که نمودار آبی خب نوشته نگاتیو کلاس، اون نمودار قرمز نوشته پوزیتیو کلاس. خب اما من توش این چیزایی رو مشخص کردم. ببینید با توجه به آنچه که تو این شکل میبینید، این قسمتی که بین این قسمت، خب این کلش میشه نگاتیو دیگه، خب اونم کلش میشه پوزیتیو. این قسمت رو میگیم چی؟ ترو نگاتیو. خب این قسمت رو میگیم ترو نگاتیو، یعنی اصلا توش پوزیتیو دیگه نمیاد. خب این قسمت رو میگیم چی؟ ترو پوزیتیو. اما این قسمتی که بین این دوتا هستش خب میشه چی؟ فالس نگاتیو. خب یکی خب این قسمت میشه فالس پوزیتیو. حالا ما داریم این در واقع این نرخ مثبت کاذب و نرخ منفی کاذب که این نمودار آر آسیش میشه، این خط هر چقدر این ورتر بشه، خب هر چقدر بازی بکنه مدل این که مدل ما بهتر بشه اثرگذار خواهد بود. خب پس بایستی به اون فاکتور توجه بکنیم که این چقدر باشه برای ما مطلوبیتی داره. خب چون مطمئنا توی اون نمودار ROC ما اثر مستقیم خواهد گذاشت. پس حالا چی اصلا ریکال میاره نه ببینید نزدیک باشه قابل قبوله ببینید ما اولا که شما برگردیم به اسلاید عقبی. خب اینجا وقتی که میبینید که مقادیرمون صفره، خب اکورسی خوبی به ما میده، نکن بالاییه اکورسیمون خوبه. خب ما اگر بخوام همین الان من یه پازش میکنم اینجا، خب با این مثالی که با هم دیگه حل کردیم، خب به عبارت دیگه اگر دادمون بالانس نخواهد بود. خب یعنی چی؟ یعنی اگر ما اینجا توی این کلاس داریم حرف میزنیم، فکر بکنید 50 نفر آدمی، خب 50 نفر آدم با تفکرهای متفاوت. حالا اگر بخوایم تصمیم بگیریم، اگر از هر مدل تفکر، خب از هر مدل گرایش نمونه هایمون متناسب باشه، مثلا تو ادیان بخوایم حساب بکنیم، خب 2 نفر مسلمان، خب 2 نفر مسیحی، 2 نفر کلیمی، 2 نفر اگر همشون تعدادشون یکی باشه، حالا اگر ما بخوایم اینها رو آنالیز بکنیم، اون مجموع آنالیز ما آنالیز قاطعیت بیشتری خواهد داشت. خب وگرنه اگر بین مثلا 99 نفر مسلمان 1 نفر غیر مسلمان بخوام قضاوت بکنیم، مثلا تو بحث در واقع اندیشه دینی، اون در واقع نظرسنجیمون قاطعیت نخواهد داشت. این مشکلی که تو جامعه اتفاق میفته، تو تناسب نیست. خب اتفاقا حالا اون چیزی که حالا من تو بعضی از خبرها خوندم، اتفاقی که تو روسیه افتاد همین، تو سوریه افتاد همینه. خب هیئت حاکمه بر قالب افکار اون کشور در واقع متناسب افکار اون جامعه نبوده. یکی از نظریه همینه، یعنی اومده حرف خودش رو بر اون جامعه دیکته کرده. خب این نهایتش
خروجی مطلوبی و در واقع قابل اجرایی نخواهد بود. برای همین ما بایستی به همه اون اقوام مختلف نمیدونم چیزا باید نگاهمون نگاه یک در واقع موازنه‌ای باشه، نمیگیم یکسان. خب اگر مثلا من توی جامعه‌ای که دارم حرف میزنم، مثلا دانشگاه شریعتی همشون خانومه، نگاهمون بایستی متفاوت باشه با مثلا شمسی پور دارم حرف میزنم، چون اینجا یه جامعه‌ای هستش که مثلا 100% خانم هستن. خب حالا وقتی که میریم توی کلاس دیگه، مثلا اونجا کلاسمون 70% آقان 30% خانومن ترکیب هستن، باید یه مقدار رفتار منم متفاوت اون جمعیت باشه. بها اینا خانومن، یه مقدار ظرافت‌های بیشتری دارن، باشه یه مقدار بایستی لطیف‌تر صحبت بکنی، بهشون شوق وارد نشه، اینا خب متفاوته. خب پس این تناسبه بایستی، یعنی میخوام بگم اون اثر داده‌های این بالانس خب توی در واقع تصمیم گیری تو اون مدل تاثیر میذاره که اینو بخوایم نشونش بدیم، میگیم با چی نشون میدیم؟ با فالس پوزیتیو ریت و فالس نگاتیو ریت، یا نهایتش با نمودار ROC این کیفیت رو به ما بهتر منعکس میکنه. میگه حالا میگه تو داده ها، اگر داده های شما در واقع بخواد کانتینیوس باشه، خب بهتره که شما سورتش بکنید، که شما این مثال رو قبلا حل کردی، این نمودار ROC همون مثاله، اگه بخوای حلش بکنی یه همچین مثال یه واقع مفهومی رو میده. خب اینجا حالا دو تا نمودار ROC مختلفی داره ما نشون میده. خب این چی گفته؟ میگه که M1 خب M1 میگیم بهتره برای جاهایی که فالس پوزیتیو ریت کم باشه. خب فالس پوزیتیو ریت اینه دیگه. خب اگر فالس پوزیتیو ریت کم باشه میگیم بهتر. خب اما میگه مدل M2 خب بهتره برای جایی که فالس پوزیتیو ریت زیاد باشه. خب این این فالس پوزیتیو ریت بیشتر داره میشه دیگه. خب دو تا مدل متفاوت، اما راجع به این دو مدل بنا به اون در واقع مثالمون اینجا که میگه فالس پوزیتیو ریت کم باشه، خب فالس پوزیتیو ریت یعنی این باید کم باشه. حالا مسئله ما اگه تو بحث همین کمیتی که گفتی، خب یه جایی کار کنیم که این بحث کمتر باشه. خب پس ما نمیتونیم بگیم این مدل لزوما برای همه خوبه. خب نسبت به مسئله مدل من میتونه در واقع قضاوتمون رو مدل میتونه متفاوت باشه. خب پس ما تا اینجایی که با هم دیگه مرور کردیم، خب ما میجرهای مختلفی داریم، ابزارهای اندازه‌گیری، روش یادگیری ماشینمون، اکورسی، پریسیژن، ریکال، اف میجر، اینا ابزارهای مختلفی بودن. خب اما راجع به این که بخوایم بگیم که کدوم مدل بهتر یا کدوم مدل بدتره، اومدیم از در واقع نسبت فالس پوزیتیو ریت به یا ترو پوزیتیو ریت به فالس پوزیتیو ریت اومدیم استفاده کردیم. میگیم که مثلا اینجا میگه یه مدل C1 خب میگه تو اینجا مدل C1 رو موسمانه، مدل C1 میگه با قاطعیت میتونیم بگیم بهتره خب از مدل C2 اگر C1 نسبت ترو پوزیتیو ریتش و فالس پوزیتیو ریتش بهتر باشه. خب یا اگر ما گفتیم که C1 بهتر از C2 میتونیم بگیم که C1 F میجرش مثلا بهتر از اون یکی. یعنی پس نسبت به هر کلاسیفایری میخوام حرف بزنیم، این میجرها مفاهیم مختلفی رو میتونه به ما منعکس بکنه که بازم تو این اسلاید نمونه های بعد، یعنی باز هم تو مثال های مختلف شما اینا رو دارید میبینید. الان تو T1 حالا کلاسیفایر T1 T2 T3 خب توی T1 نگاه کنید فالس پوزیتیو ریت ترو پوزیتیو ریت به فالس پوزیتیو ریت 50، اما توی T2 این عدد 9.9، توی پایینی این عدد 99. خب در واقع داره مقایسه میکنه بین کلاسیفایرهای مختلف. این نسبت هرچی بالاتر باشه خب میبینید که
مطلوب. الان تو همون تی3 نگاه کنید، هم پریسیژن 99 صدمه، هم ترو پوزیتیو ریت 99 صدمه، فالس پوزیتیو ریت 1 صدم و این نسبت 99، اف میجر 99 صدم. خب اثراتش به این شکل شما میتونید تو اینا ببینید. ارزشش خیلی به هم نزدیکه. خب تو این یکی بازم سه تا کلاسیفایر دیگه T1 و T2 و T3. خب اولی ترو پوزیتیو ریت به فالس پوزیتیو ریت 50، دومی 9 و آخری بازم 99 صدم. خب اینجا میاد میگه که حالا دادمون آمبالانس بوده یا اینبالانس بوده، شما چیکار بکنید که مشکل بر نخورید. خب میاد میگه که موقع نمونه برداری، خب نمونه برداری نمونه ها تو جوری بردارید که اون داده‌هایی که تعدادشون کم هست با اون داده‌هایی که تعدادشون کم نیست به نسبت برداریم که جامعه آماریمون بگیم رپرزنت به کل جامعه آمارمون. خب یعنی مش بگیم نمونه خربار باشه. اگر مش نمونه خربار نباشه قطعا قضاوتمون نسبت به این مدل قضاوت مطلوبی نخواهد بود. این بحث ما تا اینجا.